شماره 10 فولاد در تقابل با رشید مظاهری. لحظه حساسی است، دقیقه 84 حرکت میکنه رحیم زهیوی و باز هم میگیره. باریکلا. و در برگشت طبق معمول همیشه در برگشت هست که دروازه رشید مظاهری باز میشه. دقیقاً مثل بازی مقابل پارس جنوبی. علی اصغر آشوری هست که دروازه رشید مظاهری رو باز میکنه. خوشحالی هواداران فولاد و عصبانیت شدید امیر قلعه‌نویی. باید هم عصبانی باشه. رشید مظاهری تمام پنالتی ها رو مهار میکنه و این حامیان و مدافعین هستن که باید برگردن و این توپ رو دفع کنن، اما نرسیدن. آشوری از راه رسید و دروازه مظاهری رو باز کرد. خیلی خوب میگیره پنالتی ها رو این رشید مظاهری.